بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی نهایت مهربان. حمد و ثنا مخصوص پروردگار عالمیان است. او را سپاس و ستایش میگوییم، از او کمک میخواهیم و از او سبحانه و تعالی طلب آمرزش میخواهیم و به سوی او توبه میکنیم. به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و کارهای ناشایسته امان. پناه میبریم به سوی او سبحانه و تعالی. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کسی که راه گمراهی را اختیار نماید، کسی او را هدایت هم کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبود بر حق جز الله نیست، تنها اوست، شایسته عبادت است بدون شریک. و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست صلی الله علیه و آله و سلم. ای پروردگار مهربان، ما هیچ دانشی نداریم بجز آنکه تو به ما آموخته ای. ای الله، ما را به آنچه که سودمند است بیاموز و علم ما را بیشتر گردان. اما بعد، باب امروز از کتاب فقه میسر که در باب پنجم ما قرار داریم، باب پنجم در بیانی که درباره نمازهای نافله، نمازهای اختیاری سخن خواهد رفت. الباب الخامس، مؤلف میفرماید باب پنجم، فی الصلاة تطوع، باب در بیان نمازهای تطوع، نمازهای نافله، نمازهای اختیاری. و فیه مسائل، که در آن یک چند مسئله های موجود است. و المراد بالتطوع کل طاعت لیس بواجبه، و مراد تطوع هر نمازی که واجب نیست رو میگویند. و معنی نفل هر یک عبادتی که واجب نیست، یعنی اجرایش شرط نیست ولی ثواب و نزدیکی به پروردگار میگرداند انسان را اگر این نمازهای تطوع را بنده انجام بدهد. المسألة الاولى فضلها و حکمت من مشروعیتها. مسئله اول در این باب در بیان نمازهای نافله، فضیلت و حکمت مشروعیت نمازهای نافله. اولا فضیلت نمازهای نافله. بدون برادر و خواهر گرامی که نمازهای نفل بعد از جهاد در راه الله سبحانه و تعالی و آموزش علم یکی از بزرگترین راههای نزدیک شدن به پروردگار می باشد، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه با نمازهای نفل به پروردگارش نزدیک می شدند. و چگونه ای که در حدیث ابی هریره رضی الله عنه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله تعالی قال، بدرستی که الله سبحانه و تعالی گفت: من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، هر کسی که به یکی از دوستان من دشمنی کند، فقد آذنته بالحرب، من به او جنگ اعلان میکنم. و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه، و بنده ام به چیزی به من نزدیک نمی شود که برای من از چیزهای واجبی که به او فرموده ام دوست داشته تر باشد، یعنی آنچه که الله بر دوش بندگانش فرض قرار داده است، این عمل را اجرایش دوست داشته تر از نزد الله سبحانه و تعالی. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، و هنوز هم همیشه بنده من با آنچه که بر من نزدیک می شود از نوافل، نافله ها، حتی اینکه من را دوست بدارم. این حدیث را بغوی در کتاب شرح السنه در مجلد پنجم صفحه 21 تحت رقم 1249 ذکر کردند که البانی آن را در سلسله صحیحه تحت رقم 1640 صحیح گفتند. و حکمت مشروعیتی، یا که حکمت مشروع و جایز بودن نمازهای نفل. الله متعال نفل را از رحمت به بندگانش جایز قرار داد. برای هر فریضه یک نمازی نفل هم قرار داد تا شخص با این عملش ایمانش را زیاده گرداند و در نزد پروردگار درجاتش بالا بگردد، و همچنین تا آنکه کمبودی های احتمالی نمازهای فریضه اش که در آن کمبودی ها گرفتار می شود در روز قیامت با همین نفل ها جبران بگردند، با همین نمازهای نافله جبران بگردند. چنانکه در حدیثی که ابی هریره رضی الله عنه روایت میکند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند: ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه الصلاه، بدرستی که اولین چیزی که بنده مسلمان در روز قیامت بر آن حساب و کتاب می شود این نماز است. فإن اتمها فإلا قیل، اگر کامل باشد خوب، اگر کامل نباشد مگر اینکه گفته میشد بر او. ولی اگر کامل نباشد فرشتگان به او میگویند: انظروا هل له من تطوع، بر این بنده نظر نمایید، نظر کنید که آیا نمازهای نافله دارد. فإن كان له تطوع اکملت فریضه من تطوعه، اگر نمازهای نافله داشت کامل کرده می شود آن نمازهای فرضی که کمبودی ها داشت.
کمبودی ها را پر میکند. ثم يفعل بسائر الاعمال فریده مثل ذلك. سپس دیگر اعمال های فریضه‌ای که بر دوش بنده مثل همین انجام داده میشود. از روزه باشد مثلا بر روزهای نافله‌اش نظر کرده می شود. این حدیث را ابی داود با رقم 684 و نسائی تحت رقم 466 467 و ابن ماجه و ذکری و داوری کردند. این بود بیان مسئله اول. اما مسئله دوم، المسئله الثانیه فی اقسامها. مسئله دوم قسم‌های نمازهای نافله. بدون برادر و خواهر گرامی که نمازهای نافله به دو نوع تقسیم می شود. نمازهای نافله به دو نوع تقسیم می شود. نوع الاول، نوع یکم، صلوات مؤقته باوقاتها معینه گفتند. نمازهایی که به وقت‌های معین وابسته اند. اینها را نافله‌های محدود مقید میگویند. از آنها بعضیشان از این نمازهای مقید، نمازهایی که نافله که به وقتهای معین موقت شده اند، بعضی از اینها به نمازهای فریضه وابسته اند، مثل سنت‌های مؤکده، یعنی سنت‌هایی که همیشه همراه فرض خوانده میشوند. بعضیشان به فرض وابسته نیستند، مثل نماز ویتر، مثل نماز ضحی چاشت و نماز کسوف هنگامی که آفتاب و ماه گرفته می شود. اما نوع دوم، نمازهایی که به وقتهای معین وابسته نیستند. نمازهایی که به وقتهای معین وابسته نیستند. اینها را نفلهای مطلق میگویند. نفلهای مطلق. اما نوع اول یعنی نفلهای محدود مقید، این گونه نفلها با چند قسم جدا می شود. بعضی از آنها مهمترند، تأکیدترند و بعضی دیگر پایینتر و مهمترین آنها اینها هستند. و مثل نماز کسوف هنگامی که آفتاب و ماه گرفته می شود، بعد از آن نماز ویتر، سپس نماز استسقا، نماز درخواست باران هنگامی که قحطی دیار و شهر را فرا می گیرد، سپس نماز تراویح که در رمضان خوانده می شود. اما نماز دوم، قسمت نوع دوم، نفلهای مطلق، ممکن است که در تمام شب خوانده شود، در روز هم در هر وقت خوانده شود، بجز آن وقتایی که مکروه است خواندن نماز در آن. اما بدون که نمازهای شب از نمازهای روز ده ثواب و فضیلتش بیشتر است. ثواب و فضیلتش بیشتر است. المسألة الثالثة، مسئله سوم، ما يسن له جماعت من الصلاة التطوع. مسئله سوم، نمازهای نفله که خواندنشان با جماعت سنت است. پس در اینجا یک چند قسم نمازهای نافله هستند که خواندن آنها با جماعت این سنت بوده است. به مثل نماز تراویح، به مانند نماز استسقا درخواست باران، به مثل نماز کسوف هنگامی که آفتاب ماه گرفته می شود. اینها نمازهای سنتی هستند که جماعت خواندن اینها سنت است. المسألة الرابعة فی عدد رواتب. مسئله چهارم در بیان شماره سنت های مؤکده، رواتب میگویند. سنت های مؤکده. رواتب این جمع راتب است، کلمه راتبه، که معناش دائمی و منتظم خوانده می شوند، یعنی نمازهایی که با فرض همیشه خوانده می شوند، سنت هایی که. پس فایده های این نمازهای رواتب، نمازهای نافله که بر دوام همیشه خوانده می شوند، این نمازها برای جبران کمبود و نقصان های هستند که در نمازهای فرض رخ می دهد، چون که پیشتر بیان گردید. پس شماره نمازهای راتبه 10 رکعت است، چون که در حدیث ابن عمر رضی الله عنه آمده است که فرمودند حفظت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم رکعتین قبل الظهر. میفرماید که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت پیش از ظهر حفظ کردم و رکعتین بعد الظهر و 2 رکعت بعد از نماز ظهر و رکعتین بعد المغرب و 2 رکعت بعد نماز شام و رکعتین بعد العشاء و 2 رکعت بعد از نماز خفتن و 2 رکعت پیش از نماز بامداد. و كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر أذن مؤذن صلى ركعتين. اینکه وقتی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از حفصه مادر مؤمنان زن پیامبر، یعنی میگه ابن عمر، حفصه به ابن عمر گفت میگه انه کان، میگه اذا طلع الفجر، از او روایت می‌نماید اینکه هنگامی که آفتاب صبح میدمید، اذن مؤذن، هنگامی که مؤذن اذان میگفت، صلی رکعتین، 2 رکعت نماز میخوند، که نمازی سنت بامداد رو میخوند. این حدیث رو بخاری تحت رقم 1118 و مسلم تحت رقم 729 ذکر کردند. پس بر مسلمانان توصیه میشود که با 12 حرکت پیوسته اهمیت بدهند. با 12 حرکت این نمازهای سنتی
پیوسته اهمیت بدهند، چگونه که در حدیثی که ذکر شده است هیچ یکی از بندگان بنده مسلمان نیست که در یک شبانه روز 12 رکعت نماز خواند مگر اینکه الله سبحانه و تعالی برای او در بهشت خانه را آماده می‌کند. و این 12 رکعت چنینند: همان 10 رکعتی که در بالا ذکر کردیم، ولی پیش از او ظهر، پیش از نماز پیشین 2 رکعت دیگر علاوه‌ای، یعنی پیش از نماز پیشین 4 رکعت خوانده می‌شود. چنانکه در روایت ترمذی از حدیث ام حبیبه رضی الله عنها روایت است که فرمودند: اربعا قبل الظهر و رکعتین بعدها، 4 رکعت پیش از نماز ظهر و 2 رکعت بعدش، رکعتین بعد المغرب، 2 رکعت بعد شام، و رکعتین بعد العشاء، 2 رکعت بعد خفتن، و رکعتین قبل صلاه فجر و 2 رکعت پیش از نماز فرضه بامداد. و این حدیث را در جامع ترمذی تحت رقم 415 روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن است، حدیث خوب و صحیح است. همچنین البانی این حدیث را در سنن ترمذی تحت رقم 833 839 صحیح دانستند. و همچنین در حدیث صحیحی که از عایشه رضی الله عنها روایت شده است که فرمودند صلی الله علیه و سلم، عایشه رضی الله عنها فرمودند: کان النبی صلی الله علیه و سلم لا یدع اربعا قبل الظهر، اینکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم 4 رکعت نماز سنت را پیش از ظهر ترک نمی‌کردند. این حدیث را بخاری تحت رقم 1182 روایت کردند که ما بیان کردیم که نمازهای نافله 4 رکعت 2 رکعت خوانده می‌شود. در سوال و جواب ها این را ما بارها بیان کرده بودیم. پس مهمترین و تأکیدترین این رواتب کدام ها هستند؟ مهمترین و تأکیدترین این رواتب 2 رکعت پیش از نماز صبح، یعنی سنت نماز بامداد، سنت صبح. چنانکه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، گفتند که 2 رکعت خواندن نماز صبح بامداد بهتر از دنیا و آنچه که در دنیاست. این حدیث را مسلم تحت رقم 725 روایت کرده است. و همچنین حدیث عایشه رضی الله عنها که درباره همین 2 رکعت بیان کردن گفتم لم یدعهما ابدا، اینکه رسول الله صلی الله علیه و هرگز این 2 رکعت نماز سنت بامداد را ترک نمی‌کردند. بخاری تحت رقم 1159 این را ذکر نمودند. اکنون مسئله پنجم، المسئله الخامسه، حکم نماز ویتر، حکم گذاشتن نماز ویتر و فضیلت آن و وقت نماز ویتر. اولا حکم نماز ویتر. نماز ویتر چی حکم دارد؟ نماز ویتر سنت مؤکده تأکید شده است. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برای اجرای آن مردم را ما را تشویق کردند و هدایت فرمودند، چنانکه فرمود: ان الله ویتر یحب الویتر، حقیقتا الله سبحانه و تعالی ویتر است و ویتر را دوست می‌دارد. روایت بخاری تحت رقم 6410 و مسلم تحت رقم 2677. و همچنین فرمودند: یا اهل القرآن اوتیرو، ای اهل قرآن ویتر بخوانید، فان الله ویتر یحب الویتر، بدرست که الله ویتر است و ویتر را دوست می‌دارد. روایت ابی داود تحت رقم 1416. البانی این حدیث صحیح گفتند. پس وقتی نماز ویتر پس از انجام نماز خفتن شروع می شود تا دمیدن صبح با اتفاق علماها، چون این از سبب‌های عمل‌های پیامبر الله صلی الله علیه و سلم هست و حدیث‌های هستند که میگویند: ان الله امدکم بصلاة هی خیر لکم من حمر نعم، الله سبحانه و تعالی نماز داده است بر شما که از همه چیز بهتر است، حتی از شتر سرخ مویدم بهتر است. صلاة الویتر گفتند، نماز ویتر است این که فرموده که ما بین صلاة العشاء الى طلوع فجر، که این نماز ویتر خوانده می شود، شروع می شود خواندن این از بعد نماز خفتن تا طلوع فجر. روایت ابی داود تحت رقم 1418 و ترمذی تحت رقم 452 و ذهبی این حدیث را صحیح دانستند. اما اگر فجر یعنی صبح براید، نماز ویتر خوانده نمی شود، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: صلاة اللیل مثنى مثنى فاذا خشی احدکم الصبح یصلی رکعة واحده، نماز شب 2 رکعت است. در روایت دیگر نماز شب و روز 2 رکعت است. اگر کسی از شما ترسی دمیدن صبح را نمود، پس نماز ویتر را 1 رکعت بگذارد. روایت بخاری تحت رقم 990. و این حدیث شهادت می‌دهد که وقت نماز ویتر با پیدایش نماز فجر به اتمام می‌یابد. و حافظ ابن حجر گفته است که بیشتر و روشن‌تر از همه دلیل‌ها آن است که ابی داود و نسائی روایت کرده‌اند و دیگران از این حدیث را صحیح گفتند که ابن عمر میگوید یا که میگفت: کسی که در شب نماز میخواند باید آخرین نماز خود را ویتر قرار بدهد، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم همین طور فرموده بودند. و هنگامی که فجر صبح میبراید، تمام نمازهای شب و نماز ویتر گذاشته می شود. فتح الباری مجلد 2 صفحه 559. پس نماز ویتر در آخر شب خواندن آن بهتر است.
نماز ویتر در آخر شب بهتر است که آغاز کرده شود، خوانده شود. ولی توصیه می شود که اگر انسان گمان برد و گمان کند که در آخر شب از خواب برخیسته نمیتواند، برایش دشوار میگردد، در اول شب نماز ویتر را خوانده سپس استراحت نماید. و برای آن کسانی که امید دارد که در آخر شب برخواسته نماز ویتر را ادا نماید، برایش بهتر است که نماز ویتر در آخر شب بخواند. چنانکه جابر رضی الله عنه از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمودند: من خاف الا یقوم من آخر لیل فلیوتر اولا. هر کسی بترسد که در آخر شب برخاست نماز ویتر را خوانده نمیتواند، پس در اول شب آن را بگذارد. در اول شب من طمع ان یقوم آخر لیل فلیوتر آخر لیل. اگر هر کسی که امید داشته باشد که در آخر شب برخواسته نماز ویتر را ادا نماید، پس در آخر شب آن را ادا نماید. فان الصلاه آخر لیل مشهود. بدرستی که نماز آخر شب این مشهود است، معروف و نمایان است. ذلك افضل، گفتن این بهتر و نیکوتر است. روایت مسلم تحت رقم 755. بارك الله فيكم. المسألة السادسة، مسألة ششم، صفة الوتر وعدد ركعاته. در بیان صفت نماز ویتر و عدد رکعت‌های آن. پس توصیف نماز ویتر و شماره رکعت‌هایش. پس بدون که عدد حد اقل نماز ویتر یک رکعت است، چنانکه در حدیث ابن عمر و ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است. گفتند که الویتر رکعت من آخر لیل. ویتر یک رکعت است در آخر شب خوانده می شود. روایت مسلم تحت رقم 752 753. و همچنین حدیث ابن عمر که گویا گفتند صلی رکعتا واحدتا توتر له ما قد صلى. یک رکعت نماز بخوان که همون ویتر می شود برای آنچه که تو پیشتر خوانده ای. این در دلایل در بیان خواندن نماز ویتر در یک رکعت و امکانیت خواندن نماز ویتر 3 رکعت. از حدیث عایشه رضی الله عنها معلوم است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم چنین نماز می‌خواندند: یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 رکعت نماز می‌خواندند، ولی در باره صفت خوبی و نیکویی آن میگن مپرسید، چگونه زیبا می‌خواندند. ثم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. سپس باز 4 رکعت دیگر میخوانند که از زیبایی و حسن آن نپرس. ثم یصلی ثلاثا. سپس 3 رکعت نماز ویتر میخواندند. روایت مسلم تحت رقم 738. و این چنین این 3 رکعت نماز ویتر را میتوان با 2 سلام خوانده شود، چنانکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گفتند که پس از 2 رکعت سلام میداد. ابن عمر پس از 2 رکعت سلام میداد و بعد از برای آن حاجت خود برآمده میشد. روایت بخاری تحت رقم 991. و همچنین ممکن است که 3 رکعت را پی در پی با هم به یک تشهد خوانده شود، چونکه عایشه رضی الله عنها فرمودند کان یسلم من رکعتین حتی یأمر ببعد حاجته. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم نماز ویتر را با 3 رکعت می خواندند و تنها در آخر آن می نشستند. روایت نسائی تحت رقم 1698 و حاکم در مجلد اول صفحه 304 و بیهقی همچنین این حدیث را روایت کردند که حاکم این حدیث را صحیح دانستند طبق آن احکامی که بخاری و مسلم موافقت نمودند و ذهبی این را تصدیق کردند. پس نماز ویتر با 2 تشهد با 1 سلام خوانده نمی شود، به مثل نماز شب چگونه که مردم میخوانند تا به نماز مغرب مانندش کنند، زیرا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از این عمل نهی کردند، چگونه که دارقطنی در مجلد 2 صفحه 24 25 و حاکم در مجلد اول صفحه 304 و بیهقی در مجلد 3 صفحه 331 روایت ها را میرن که خواندن نماز ویتر به مثل نماز شام با 2 تشهد این امر ناجایز و ناروا و مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. همه این روایت ها صحیح هستند، با اعتماد هستند و حاکم این را و ذهبی این روایت را صحیح دانستند و ابن حجر در فتح الباری مجلد 2 صفحه 558 گفته است که اسناد اینها با شرط شیخین که بخاری و مسلم صحیح است و همچنین امکانیت خواندن نماز ویتر با 7 و 5 رکعت. دلیل آن حدیث عایشه رضی الله عنها است که میگوید کان رسول صلی الله علیه و سلم یصلی من اللیل 13 رکعتا. این که رسول الله صلی الله علیه و در یک شبانه روز 13 رکعت میخواند، هر شب 13 رکعت میخواند. یوتر من ذلك ب50 که با 5 رکعت ویتر میکرد این را ولا یجلس فی شیء الا فی آخرها و در چیز از اینها نمینشست مگر در آخر آن، یعنی که 5 رکعت یا که 7 رکعت با 1 اتحیات نماز را خواندن
و همچنین حدیث ام سلمه رو آورده است که گفته است که رسول صلی الله علیه و سلم، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یوتر ب70 او 50، این که پیامبر با 7 رکعت یا که با 5 رکعت ویتر میکرد. لا یفصل بینهما بالتسلیم ولا کلام، این که بین آنها نه با سلام نه با کلام جدایی نمیانداخت. 7 رکعت با یک اتحیات، 5 رکعت با یک اتحیات. حدیث عایشه، حدیث ام سلمه زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم. روایت ابن ماجه تحت رقم 1192 و البانی این حدیث صحیح دونستند. ابن ماجه تحت رقم 980. بارك الله فيكم. المسألة السابعة، مسألة هفتم، الأوقات المنهي عن النافلة فيها، وقت هایی که خواندن نماز نافله در آن ممنوع است، که جایز نیست. پس یک چند وقت هایی هستند که نماز نافله، نمازهای اختیاری، در آنها خواندن ممنوع است، ناجایز است، با استثنای بعضی از حالتها. و این وقتها 5 وقت هست. که وقتهایی که نمازهای نافله خواندن جایز است 5 وقت است. وقتی اول پس از نماز صبح تا دمیدن آفتاب، چنانکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا صلاة بعد صلاة الفجر حتی تطلع الشمس، هیچ نمازی نیست بعد نماز فریضه بامداد حتی اینکه آفتاب بیبراید. حدیث در صحیح بخاری تحت رقم 586 و مسلم تحت رقم 827 روایت شده است. این وقت اول بعد از نماز فجر تا برآمدن آفتاب. دوم وقت دوم از وقتی برآمدن آفتاب تا دمی که آفتاب به قدری یک نیزه بیبراید، یک متر بیبراید. و این 1 متر در نظر دارد که بعد برآمدن آفتاب تقریبا 15 تا 20 دقیقه انسان منتظر میکشد، بعد نماز را میگذارد. وقتی که آفتاب برآمد و با این بلندی رسید، وقتی ممنوعیت تمام میشود، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از عمرو ابن عبسه که فرمود صلی صلاه الصبح، گفتن که نماز صبح رو بخوان، ثم اقصر عن الصلاه حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، سپس خود را باز نگاه بدار از هر نماز تا برآمدن آفتاب تا آنکه بلندی آفتاب پیدا شود. حدیث را مسلم تحت رقم 832 روایت کرده است. همچنین حدیث عقبه ابن عامر این گونه ذکر شده است. وقتی سوم از وقتهای نهی، وقتی بلند شدن نقطه آفتاب بر آسمان، قیام میگویند، یعنی آفتاب با بلندترین نقطه میرسد و سپس پایان شدن را آغاز میکند. پس این دوره از نقطه بلند شدن آغاز آفتاب تا دمی که میفراید به سوی غرب وقتهای نهی است. از این وقت ظهر آغاز می شود. این وقت رو اگر که ما بر چیز بگیریم 15-20 دقیقه پیش از اذان نماز پیشین شروع می شود، وقتهای نهی. چون که در حدیث عقبه ابن عامر آمده است 3 ساعات کان نبی صلی الله علیه و سلم ینهانا عن نصلی فیهن، 3 ساعت وقت بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن وقت نماز خوندن من میکرد. و ان نقبر فیهن موتانا، و در این 3 وقت مردگان خود را بگرانیم. همچنین حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هنگام وقت برآمدن آفتاب تا بلند شدنش. و حين يقوم قائم ظهيرة حتى تزول، وقتی که آفتاب به بلندترین قله میرسد، قیام میشود حتی اینکه بر بگردد. و حين تتضيف الغروب للغروب حتى تغرب، وقتی که آفتاب به سوی غرب، به سوی نشست میرود حتی اینکه بنشیند. روایت مسلم تحت رقم 831. بارك الله فيكم. تی وقتای چهارم از وقتای نهی بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، یعنی وقتی که آفتاب با غروب کردن شروع می نماید، چنانکه از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت شده است که گفتن که لا صلاه بعد الفجر، بعد نماز فجر هیچ نماز نیست حتی تطلع الشمس، حتی اینکه آفتاب برآید. و لا صلاه بعد العصر، و همچنین بعد عصر هیچ نماز نیست حتی تغیب الشمس، حتی اینکه آفتاب بنشیند. این حدیث را متفق علیه، یعنی که بخاری تحت رقم 586 و مسلم 500 تحت رقم 827 روایت کردند. و وقتی پنجم از وقتهای نهی، وقتی که آفتاب بر آغاز نمودن غروب شروع میکند تا پورا غروب کردنش، تا پورا نشستنش، این هم وقتهای نهی است. پس خلاصه این 5 وقتی ممنوعیت که در آن نمازهای نافله نیست به 3 دوره تقسیم می شود. پس از نماز صبح تا رسیدن آفتاب به بلندی 1 نیزه که 15-20 دقیقه را در بر میگیرد. وقتی که آفتاب به نقطه بلندترین میرسد به قیام ظهر تا به کج شدنش، و پس از نماز عصر تا غروب آفتاب، نشستن آفتاب حتی اینکه آفتاب بنشیند. و میفرمایند که علما که حکمت منع نماز در این وقتها، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که کافران آفتاب پرستان هنگامی برآمدن آفتاب و هنگامی غروب آفتاب در اینجا عبادت میکنند. آفتاب پرستان آفتاب را عبادت میکنند.
همین است که در این وقتها بر مسلمان جایز است این نمازها را چیزی از نمازها را ادا نماید، چون که در حدیث عمرو ابن عباس رضی الله عنه آمده است فانما ای الشمس تطلع بین حين تطلع بین قرنی شیطان، گفتن که آفتاب وقتی میبراید بین دو شاخ شیطان میبراید و کافران بر این آفتاب در آن هنگام سجده میکنند و حين اذ یسجد لها کفار فانما بدرستی که تغرب حين تغرب بین القرن شیطان، همچنین بدرستی که مینشند هنگامی که مینشند بین دو شاخ شیطان مینشند و حين اذ یسجد لها کفار و کافران از برای این آفتاب سجده میکنند. روایت مسلم تحت رقم 832. پس این سخنان درباره وقتی برآمدن آفتاب و وقت نشستن آفتاب را در بر میگیرد که این وقتها وقتای نهی است، چون پیامبر الله صلی الله علیه و سبب منع نماز خواندن را در حدیث قبلی روشن کرده فرمود. گفتم قال فان حینئذ تسحر جهنم، همچنین در دیگر روایتی که در منبع‌های قبلی ذکر شد که در آن وقتی که آفتاب بلند میشد، وقتی قیام، وقتی صوم ممنوعیت، وقتی خواندن نماز، که دوزخ تسحر گفتن گداخته می شود در این وقتی گرمی می شود، همچنین این وقتی ممنوع است. از این رو نماز نفل در این وقتها ممنوع است، بجز آن نمازهایی که دلیل واضح روشن ثابت شده است بر خواندن آنها، به مثل 2 رکعت نماز طواف، چنانکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند یا بنی عبدالمناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه، ای فرزند عبدالمناف کسی را من نکنید که بر اطراف این کعبه طواف نماید و هر وقت بخواد نماز بخواند نماز بگذارد. روایت ابی داود تحت رقم 1894 و ترمذی 868 و ابن ماجه حاکم همچنین این را روایت نمودند. و همچنین خواندن نمازهای سنت قضایی که قضا میشوند در این وقتهای نهی جایز و رواست. پس انسان نماز صبح بامداد را اگر سنت آن را نخوان بعد فریضه خواندن جایز است، یا که سنت های ظهر را نخوان بعد نماز عصر خواندن آن جایز است. بارک الله فیکم. و همچنین نمازهایی که با سبب های ضروری خوانده میشوند، مثل نماز جنازه، نماز کسوف و خسوف و نمازهای قضایی فرضی، یا که سنت هایی که خوانده نشدن در وقتهای نهی خواندن آنها هم جایز و رواست. یا که نمازی که انسان در خواب ماند یا که فراموش کرد، چون رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که من نام عن صلاه او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، کسی که نماز فریضه در خواب ماند یا که فراموش کرد، هنگامی که به یادش رسید که از خواب بیدار شد حتما آن را بگذارد. روایت مسلم تحت رقم 684. زیرا نمازهایی که با سببهای قضا شده اند حتما خواندن آنها در هر وقت این مهم و ضرورت دارد و ادا کردن آن این لازم حتمی است. بارک الله فیکم. و دست به سوی پروردگار میبرداریم و میگوییم که پروردگار را دین ما را که اساس کارهای ماست اصلاح نما، و دنیای ما را که زندگی ماست اصلاح نما، و آخرت ما را که بازگشت ما به سوی آن است اصلاح نما، و زندگی را برای ما افزایش همه خیر و نیکی را قرار بده، و پروردگار را مرگ را برای ما رهایی از عذاب و از هر بدی ها قرار بده. ای پروردگار مهربان، در آنچه که بین ما اختلاف است پروردگار آن را اصلاح نما، دلهای ما را به سوی حق گشوده می نما. پروردگار همه را از ظلمات های تاریکی های کفر و شرک، گمراهی ها و بدعت ها به نور روشن با سوی توحید و سنت راهنمایی کن. پروردگار گذشتگان ما را از مؤمنان رحمت و مغفرت نما، و زندگان ما را توفیق بر بندگی بده که پایبند کتاب تو سنت او صلی الله علیه و سلم باشند. پروردگار با درستی که ما به خود ظلم کردیم و ستم کردیم، پروردگار اگر ما را نبخشی، ما را نآموزی و ما را مشمول رحمت خود قرار ندهی، به درستی که ما از زیانکاران قرار خواهیم گرفت. پروردگار تو پاک و منزه هستی ای الله، حمد و ستایش تو را میگوییم و گواهی میدهیم که هیچ معبودی بر حق جز تو نیست و از تو طلب آمرزش میخواهیم و با سوی تو توبه میکنیم. ای پروردگار مهربان، ما را بیامرز و ما را شایسته رحمت خود قرار بده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.